سرخط خبرها. 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر منهدم شدند. بزا به نازمت بزا. نجات خلبان آمریکایی و وعده برپایی جهنم. ترامپ میگوید خلبان زخمی جنگنده منهدم شده ایالات متحده را نجات دادیم و تا چند ساعت دیگر در ایران جهنم برپا میکنیم. سپاه پاسداران اما نزدیک به 10 جنگنده آمریکا را منهدم کرده و واشنگتن در عملیات برای نجات خلبانش ناکام بوده است. بیش از 760 کشته و 226 زخمی از اثر حمله های پاکستان بر افغانستان. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که از آغاز حمله های پاکستان بر افغانستان از 22 فبروری تا 4 اپریل سال جاری میلادی 761 تن شهید و 226 تن دیگر زخمی شدند. حمدالله فطرت افزوده این حمله ها در ولایت‌های کابل، قندهار، ننگرهار، پکتیکا، خوست، کنر، لغمان و نورستان انجام شده است. نخست از اینکه ابتکار گفتگوی مشورتی افغانستان از شای مرکزی به عنوان یک مکانیزم سیاسی چند جانبه در سطح مقامات عالی رتبه وزارت‌های امور خارجه افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی طرحی گردیده است، پیشنهاد می‌نماییم تا این ابتکار تقویت و به صورت مستمر برگزار گردد. و نشست منطقه‌ای به ابتکار وزارت خارجه امارت اسلامی، تمرکز بر سیاست، اقتصاد و امنیت. گفتگوی مشورتی افغانستان و آسیای میانه بر ریاست امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی برگزار شد. بحث بر سر مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی، همکاری‌های منطقه‌ای، تجارت و گسترش ترانزیت از موردهای برجسته این نشست بوده است. سلام، من اسماعیل سادات میزبان شما در خبر 5 هستم. خلبان گیرمانده آمریکایی را با موفقیت نجات دادیم و تا چند ساعت دیگر جهنم را در ایران رقم میزنیم. ترامپ در حال این مورد را بیان کرده که جمهوری اسلامی میگوید نزدیک به 10 جنگنده ایالات متحده را منهدم کرده است و واشنگتن در عملیات برای نجات خلبانش ناکام بوده است. عباس عراقچی گفته عزم ایران برای ادامه دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی با تمام ظرفیت‌های راسخ پابرجاست و چگونگی عملیات نجات خلبان زخم برداشته آمریکایی را همگانی کردند. برای پردازش و جزئیات بیشتر این خبر همکارم احمد رشاد زریر از استودیوی 2 با ما است. سلام زریر، وقتت بخیر. بپردازیم باز هم به اوضاع خاورمیانه. تازه ترین ها از عملیات نجات خلبان آمریکایی چی است و آیا ادعای سپاه مبنی بر سقوط جنگنده های بیشتر درست است یا خیر؟ دونالد ترامپ و دولتش میگن که ما خلبان را نجات دادیم. البته یکی از 2 خلبان F-15 که روز جمعه سقوط کرده بود و ادعا میکنن که در یک عملیات زمینی کماندوها با بلک هاکا پایین شدند. اولا که این خلبان که مشخص نیستن و زن بوده یا مرد بوده، در مورد جنسیت صحبت نشده. این خلبان اول سیگنال فرستاده، خودش را پنهان کرده و بعد از که موقعیتش پیدا شده کماندوها پایین شدند. بعد هم ایده‌ها پوشش دادند از آسمان، هوایی و زمینی. یک درگیری شدید بین نیروهای ایرانی و آمریکایی اتفاق افتاده که در نتیجهش نزدیک به 10 سرباز ایران، نزدیک به 6 سرباز ایران کشته و تعداد زیادی هم زخم برداشتن و از آمریکایی هنوز مشخص نیست چی تعداد زخمی و یا کشته است. البته تعداد زخمی‌هایشان بیشتر به نظر میرسه با توجه به اینکه بعد از اینکه این خلبان ادعا میکنن که برداشتند، اولا یک بلک هاک و یک هواپیمای ترابری را از بین بردن. خود آمریکایی‌ها ادعا میکنن که ما اینا رو بمباردمان کردیم که در اختیار نیروهای ایرانی قرار نگیره و این دومین خلبان هم نجات پیدا کرد. ولی یکی از ایده‌هایی که در همین عملیات اشتراک داشته وقتی به کویت میرسه، در نتیجه اصابت موشک ایران
آسیب میبینه و در کویت سقوط میکنه. البته ایرانی ها ادعایشان متفاوت است. اونا میگن که ما یک خلبان را زنده گرفتیم، رسمی ایران تایید نکرده، ولی یک تصویری از خلبان بازداشت شده آمریکایی توسط ایرانی ها که تا هنوز راستی آزمایی نشده بر رسانه های زیادی منتشر شده و گفتن که یک هواپیمای دیگر آمریکایی را ما در همین عملیات ساقط کردیم که عملا بازداشت شده، خلبانش یک خلبان داشته و گویا اونی که در کویت سقوط کردم خلبانش نجات پیدا کرده. اما بعضی گزارش های تایید نشده دیگه داریم که از هلیکوپترهایی که آتش گرفتند و سقوط کردند تا ترابری ها تا سوخت رسان ها و تا جت های F-15 و بعد قول ایران F-16 و به قول آمریکایی ایده، معمولا این ادعا هنوز تایید نشد. البته گویا نزدیک به 8 طیاره، البته 8 طیاره، 8 جت یا هلیکوپتر آمریکایی، مجموعه جت و هلیکوپتر تا حال ساقط شده یا آسیب دیده یا شکست خورده و میدان را ترک کرده. به هر حال گویا این خلبان هم نجات پیدا کرده. اگر تایید شود که طیاره دیگه هم سقوط کرده و بازداشت شده خلبانش، اون فصل جدیدی خواهد بود. به هر حال یک عملیات زمینی بسیار دشوار اتفاق افتاده و آمریکایی‌ها مدعی موفقیت هستند، ولی جنگ همچنان ادامه داره، بمباردمان، موشک پراکنی و آتش در کل خاورمیانه. خب قسمی که خودت گفتی زریل، جنگ همچنان ادامه داره، همزمان این جنگ شدت هم گرفته و ترامپ و جمهوری اسلامی هم یکدیگر را تهدید میکنه. آیا مذاکرات پیش از شروع شکست خواهد خورد یا موفق خواهد شد؟ سادات، داستان از این قرار است که دونالد ترامپ دیشب آمد گفت 48 ساعت از آخرین ضرب الاجل ما برای ایران مانده. یا ایران دو کار میکنه، توافق میکنه و تنگه هرمز را باز میکنه و یا ما جهنم برپا میکنیم در ایران. یکی از فرماندهان نظام سپاه پاسداران این پاسخ به ترامپ داد و گفت ما جهنم را ایران را دروازه جهنم برای شما میسازیم و شما را به جهنم خواهیم فرستاد. البته اون این گونه بود که اول 48 ساعت ضرب الاجل داد، گفت در غیر او اگر تنگه هرمز باز نشد تمامی نیروگاه و زیرساخت‌های ایران را از بین خواهیم برد. بعدش هم این را به 5 روز مهلت را اضافه کرد، 5 روزه ساخت و گفت که در این 5 روز توافق میشه و ادعا کرد که رهبری در ایران، تیمی در ایران، دولتی در ایران که به قول از او تغییر رژیم هم اتفاق افتاده با ما در ارتباط است، با ما هدیه داده و معاملات در راه است و امکان یک توافق بزرگ در راه است. در غیر از او روز قبلش گفت که ایران را به عصر حجر باز خواهیم گرداند. خیلی واکنش برانگیز شد هم در میان ایرانی‌ها و هم در میان آمریکایی‌ها. و حالا همزمان به اینکه جنگ جریان داره، کویت، امارات و عربستان سعودی امروز چندین موشک راهگیری کردند و حتی 2 تن زخمی هم در یکی از کشورهای اعضای خلیج فارس در نتیجه اصابت پهپادهای جمهوری اسلامی وجود داره و بیش از 90 موج عملیات صادق 4 همچنان شهرهای حیفا و برشبه و تل آویو اسرائیل را گویا با آتش کشیده. تا هنوز تعداد کشته و زخمی ها مشخص نیست. خبرهای ابهام‌آمیز در مورد مذاکرات همچنان جریان داره. گفتن که پاکستان را ایران و آمریکا رد کرده، آمریکایی‌ها گفتن امن نیست، ایران گفتن قابل اعتماد نیست. ولی حالا آقای عباس عراقچی با همتای پاکستانی خودش با آقای اسحاق دار صحبت کرد و با او گفت که ما روی شما اعتماد داریم، از تلاش‌هایتان استقبال میکنیم و هیچ وقت دریغ نخواهیم کرد آمدن به اسلام آباد را. ولی مسئله این است که ما با آمریکا اعتماد نداریم و الا اینکه تضمینی مبنی بر قطع دائم جنگ و پذیرش امتیازهای ایران در راه نباشه، آتش بسی در کار نخواهد بود و ما بر دفاع ادامه خواهیم داد. روسیه هم که ابراز آمادگی کرد برای میزبانی، حتی برای میانجیگری و تازه در میان مذاکرات احتمالی که الان مشخص نیست چقدر براستی جریان داره و چقدر فقط در حد تبلیغات رسانه‌ای است، ما شاهد تلاش‌های بیشتر یک سری دیگر از کشورها از جمله عمان و چین هم هستیم. ولی هنوز مذاکرات در حاله از ابهام است و حالا ببینیم که 48 ساعتی که آقای ترامپ دیشب گفت و حالا کمتر از 30 ساعتش باقی مانده، در پایانش این بار چه اتفاقی میفته اون هنوز مشخص نیست. به هر حال چشمانداز گونه‌ای به نظر میرسه که این جنگ نه تنها پایان پیدا نمیکنه بلکه ابعاد و لایه‌های دیگه به خودش میگیره، از جمله حضور سربازای چتردار، چترباز و تفنگدار دریایی و زمینی فراوان. حالا که عملیات زمینی برای نجات خلبان انجام شده، این خودش میتونه یک سیگنالی باشه، اگر آمریکایی‌ها ادعایشان درست باشه، سیگنالی باشه برای اینکه اونها
بستر ورود به خاک ایران را دارن، هرچند ایرانی ها میگن تیغ ها به دستمان است برای بریدن سر همه سربازان آمریکایی که به خاکمان میاد. خب زریر، اگر در آخر موافق باشی که بپردازیم به اوضاع داخلی ایران، روند بازداشت و اعدام در داخل ایران و توقیف اعمال چهره های سرشناس از چه قرار است؟ آخرین ها در ایران، از داخل ایران البته چی میگذاره؟ البته زخمی که جمهوری اسلامی از اعتراضات دیما یا ماه جدی سال گذشته بر بدنش داره هنوز درمان نشده. چیزی که عوامل نفوذی ها و جاسوسای موساد سیا آمریکا و اسرائیل میدانن و چیزی که آقای پهلوی و هوادارانش اینها را قهرمانان انقلاب ملی و ناجی ایران میدانن، این نبرد بین ملیگرایان ایران همچنان جریان داره، ولی اوضاع در داخل ایران تحت کنترل جمهوری اسلامی هست به دلیل اینکه مبادا آنچه دیگر را اعتراض میخوانن و جمهوری اسلامی او را کودتا میخوانند مبادا دوباره اتفاق بیفته. به همین خاطر است که تا اینک دادستانی کلیات لوی څارنوالی ایران اعلام کرد که 100 نفر از برجسته ترین چهره های ایرانی که خارج نشین هستند، سلبریتی ها، بازیگران سینما، ورزشکاران، قهرمانان، نویسنده ها و مدیران شبکه های رسانه‌ای مثل منوتو و ایران اینترنشنال که این رسانه ها را رسانه های مزدور اسرائیل میدانه جمهوری اسلامی، مجموعه از 100 نفر که اینا را شامل میشه، حالا هم حکم اعدامشان را صادر کرده، هم اموالشان را در داخل ایران توقیف کرده و بانک‌های مرتبط با اونا را هم مسدود کرده، حساب‌های بانکشان را هم مسدود کرده. این یک. دیگر هم این که حالا چک پوینت ها یا پاتک ها یا بازرسی ها بیشتر شده در ایران و همچنان هم اوضاع شهر نظامی و امنیتی به نظر میرسه. ولی آقای اژه‌ای شب گفت که ما در برابر عوامل و نفوذی ها ارفاق نخواهیم کرد و مجازاتی که لایقشان است به او خواهند رسید. به هر حال در داخل ایران هم اوضاع با آرامش که انتظار میرن برنگشته، خب برم نمیگرده، همچنان زیر بمباردمان اسرائیل و آمریکا هست و گویا در سخت‌ترین مرحله جنگ چی در بعد نظامی چه استخباراتی، سیاسی و حتی اقتصادی ادامه داره. از حضور در این بخش خبر سپاسگزاریم زریر. و به همین ترتیب میرسیم به پایان بسته خبری 5:30. حالا از شما دعوت میکنم با برنامه‌های دیدنی یک باشید.